عزیز و تویوتا سوران گل، یک دستگاه پرادو 2008 تشریف آوردم مجموعه برای داینوتیون. خورده زمانی که اومد 100 چند تا بود؟ 110 تا بودش. فارش رو تنظیم کردیم، خورده ناک داشت، تنظیم شده به 127 تا رسیده، 183 تا نیوتن گشت آور، فارم صاف شد و اینکه معطیل سرعت داشت، رفع ناک انجام شد، کارشون تموم شد. حالا نظر دوست عزیزمونم که حالا بعد از اینکه خودشون رو جاده تست میکنن به ما میدن. موفق باشید.